این بزرگترین و خطرناکترین دروغی است که هر روز به خودمان میگوییم. دروغی که رؤیاهایمان را نابود می‌کند. وقت ندارم. امروز می‌خواهم نشان دهم چطور این دروغ را در زندگی خودم رسوا کردم و چگونه با یک تغییر نگرش ساده روزم را به اندازه 48 ساعت پربازده کردم. من ماشین زمان نخریدم. فقط یاد گرفتم چطور دزد زمان را دستگیر کنم. این داستان زندگی شما را برای همیشه تغییر خواهد داد. تا همین چند وقت پیش من یک ورشکسته زمانی بودم با لیستی تمام نشدنی از کارها و ایده هایی که فقط روی کاغذ می‌ماندند. همیشه آرزو می‌کردم کاش میشد زمان را خرید، اما یک شب همه چیز عوض شد. داشتم روی پروژه‌ای مهم کار می‌کردم که ماه‌ها بود درگیرش بودم. خسته و ناامید لپتاپ را بستم تا فقط 5 دقیقه با گوشی استراحت کنم. وقتی به خودم آمدم 2 ساعت گذشته بود. 2 ساعت کامل صرف دیدن ویدیوهای بی ربطی شده بود که فردایش حتی به یادشان نمی آوردم. آن لحظه بود که چیزی درونم شکست. من ورشکسته زمانی نبودم. من یک حساب بانکی پر از زمان داشتم و داشتم آن را مثل یک ولخرج صرف چیزهای بی ارزش می کردم. اینجا بود که آن تغییر نگرش کلیدی اتفاق افتاد. زمان یک اتفاق نیست که برایتان بیفتد. زمان یک سرمایه است که هر روز صبح به حساب شما واریز می شود. هر روز صبح شما دقیقاً 86400 ثانیه سرمایه دریافت می کنید. دقیقاً به اندازه موفق ترین آدم‌های روی زمین. آنها بانک زمان مخفی ندارند. فقط مدیران مالی بهتری برای زمانشان هستند. ما با زمانمان مثل پول خرد رفتار می‌کنیم. یک نوتیفیکیشن اینستاگرام بفرما 10 دقیقه. یک سریال معمولی بیاینم 2 ساعت. اما اگر همینها از شما پول واقعی می‌خواستند چی؟ اگر اینستاگرام میگفت برای 10 دقیقه چرخیدن باید 50,000 تومان بدهی، این کار را می‌کردی؟ قطعاً نه. پس چرا چیزی را خرج می‌کنید که هزاران برابر با ارزشتر از پول است و هرگز بر نمیگردد؟ از آن شب به بعد من مدیرعامل بانک زمان خودم شدم و از قانون بازگشت سرمایه استفاده کردم. قبل از هر کاری از خودم میپرسم بازگشت سرمایه این کار چیست؟ 1 ساعت چرخیدن بی هدف در اینستاگرام؟ بازگشت سرمایه حسرت و خستگی، یک معامله افتضاح. 3 ساعت دیدن یک فیلم الهام بخش؟ بازگشت سرمایه، حال خوب و ایده های جدید. یک سرمایه گذاری عالی. این سوال مثل یک فیلتر بیرحم تمام فعالیت های بی ارزش را حذف می کند. برای پیاده سازی این سیستم یک دفتر صورت حساب زمان درست کردم و برای 1 هفته تمام خرج های زمانیم را نوشتم. نتیجه وحشتناک بود. هفته‌ای 7 ساعت، یعنی 1 روز کاری کامل، فقط در تخت خواب مشغول گوشی بودم. ساعتها هم صرف کارهای الکی مثل مرتب کردن دسکتاپ میشد که همگی شکل‌های شیک تنبلی بودند. بعد از آن لیستی از اهداف سرمایه‌گذاری من، کارهای واقعاً مهم، تهیه کردم و اولین کاری که در تقویمم انجام دادم زمانبندی برای همین اهداف بود. مثل یک قرار ملاقات غیرقابل کنسل. بقیه کارها باید خودشان را در فضاهای خالی جا می‌دادند. می‌دانید نتیجه چه شد؟ در عرض 1 ماه پروژه ماه‌ها مانده‌ام تمام شد. مهارت جدیدی را شروع کردم و عجیبتر از همه وقت آزاد بیشتری پیدا کردم. من سخت‌تر کار نمی‌کردم، هوشمندانه‌تر خرج می‌کردم. و حالا چالش من برای شما. برای 1 هفته مدیر مالی زمان خودتان باشید. تمام خرج‌های زمانیتان را یادداشت کنید. وقتی ببینید سرمایه عمرتان کجا دود می‌شود، دیگر نمی‌توانید به روش قبل زندگی کنید. شما کنترل را به دست می‌گیرید. اگه این ویدیو به شما تلنگری زد، لایک و سابسکرایب کنید و در کامنت ها بنویسید بزرگترین دزد زمان شما چیست که از این هفته می‌خواهید اخراجش کنید. یادتان باشد شما به زمان بیشتری نیاز ندارید. فقط باید سرمایه‌تان را درست خرج کنید.